لایک و سابسکرایب کنید. هر وقت ویدیو آپلود کردیم بهتون یادتون نره. خب بچه ما امروز میخوام آنباکس تیکم کنیم. پشت دوربینم کیه؟ حسین حیدر جان. سلام امیدوارم که چطور اومدی باشه. حسین دومین ویدیو چنل بهرات کامبک. امروز اومدیم با داشت بهرات آنباکس این تیکمون رو کنیم و منم به عنوان فیلم بردار در کنار آقا بهرات هستم. و قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنید حتما ویدیو رو لایک کنید. خیلی به بهرات انرژی میدید. اون دو تا سابسکرایب بزنید. چنل ما رو اگه داری ببینید حتما سابسکرایب کنید که بریم واسه 12 کن. خب امروز ویدیو آنباکس دیگه گفتم خب همین آنباکس تیکمونی که داریم ببینیم. چنل بنده توی دیسکریپشن هست و ما با بهرات یه ویدیویی گرفتیم که اسپویلش نمی‌کنم ولی اینه. این ویدیو حتما برید ببینید. ویدیو خیلی قشنگیه. خب بچه‌ها دیدیم ما این تیکمون رو آنباکس کنیم. خیلی گرمه 30 درجه است. واسه ببینیم چند زده. من فکر کنم 31 درجه شب باشه. آره بابا 31 درجه است. دوستان عزیز ببینیم که 31 درجه است هوا. اینو بگی تو نکنه برای دوام هوا 31 درجه سانتیگراد و کلا قبول که جهنم. آره قشنگ بعد گرمه. خیلی گرمه. بابا گرما چرا به ما دادی؟ چرا به مثلا به اسرائیل نمیدی؟ چرا مثلا به پرتغال نمیدی؟ چرا اینا؟ آبگورو میگیرم. آبگورو دوست دارم. بچه‌ها حالا می‌خوام همینو میکنم. یه شلیکی بگم. خب قیمت این تیپ یه شوت کردیم رفت بالای موسا. برگام رفت چیزه. خب قیمت این 150,000 تومانه که دقیقاً ظاهرشو که میبینید واقعاً ارزش خرید مگر داره. البته بعد قدرتشو ببینیم. آره قدرتش. حالا وایسا 3 خب باشه دیدی ما تیکمونو استفاده کنیم. ما یه استفاده کردیم رفت بالا. خوبه. قیمتش چنده داشت برات؟ قیمتش 150,000 تومان. ارزش خرید داره ولی امروز خیلی هوا گرمه. خیلی باشه. دمای هوا 31 درجه است. اینو بگی نشون بده. اینا البته گل هوا واقعا گرمه. نشون میده. آره پوست کرد. آره قشنگ پوست کرد. واقعا هوا خیلی گرمه. بریم بریم سراغ آنباکسش. خب اونی که گفتم ارزش خرید داره. حالا ما خب کار توی خونه نکنیم. ادیتور داداش ادیتور یه علامت ممنوع بزن. حواسم باشه به هیچ کس زنگ رو کار نکنیم. خب دیدی رفت اونجا. حالا شما میخوام ببری ببینیم اون بالا میزنه یا نه. برو بسم الله. خب این بزرگترین سگ فکر وایسا نزن سر برو. خب رفت اونجا. یعنی نرفت بالا. نکن یه خونه است یه خونه پشتش. دیدی می‌خواستیم بگیریم یه سنگایی آره سنگاش همش کشته. ماشاءالله. میگیره؟ آره برقیشو؟ نه نمیگیره برقشو. این چی؟ اینا نمیگیره. وایسا یه ذره زوم کنم. کنیم بچه ها میگیره؟ داره میگیره. برقیشو میبینی؟ به چه برقی میزنه؟ این تمیزترینشه. آره خب بریم. خب دیگه چی؟ بچه حالا دیدی که ما باکس کردیم. لایک و سابسکرایب زنگ رو میزنید که هر وقت که آپلود کردیم بهتون خبر بده. بچه ها بدرود. دوستان چنل منم بهرات گوشه توی دیسکریپشنش حتما سابسکرایب کنین تا ببینیم چنلمون به نام گفته که رفته بالا و ما نمیدونیم ان شاءالله که هر خونه بودم هی بزرگ کرد. تا ویدیو بعدی با بهرات. خدافظ.